سلام قلبون. خب بچه اومدیم همونجور که سوال کرده بودیم جواب سوالاتتون رو داخل یه ویدیو ضبط بکنیم براتون آپلود کنیم داخل یوتیوب. دوستم زحمت میکشه چون صداش قشنگه و بودیمش از این سوال بپرسیم. خودتو معرفی کن، یه بیوگرافی به ما بده. سجاد هستم، از اهواز، 34 سال سنمه و بختیاری. شغلم ساخت و ساز ملک انجام میدم و املاکی هستم. دقیقا متولد چه ماه و چه سالی هستی؟ دقیقا 1 اسفند 1369. قصد مهاجرت داری و برای همیشه رفتی ترکیه؟ برای همیشه که نیومدم ترکیه، من پیش رفیقام بهشون سر بزنم. یکی اول آقا وحید، آقا مهدی، بچه‌های پشت صحنه، آقا احسان، سرجی و بعدش برگردم دوباره اهواز. یکی پرسیده که واقعا زن داری؟ والا اینو که 100 بار گفتم، این حلقه‌ها رو مامان بهم داده انگشترم. بعد اینکه زن ندارم، مجردم، نه بچه‌م ندارم. اونی هم که باش کلیپ درست کردم داخل اینستام گذاشتم، بچه میلاد داداش دوقلومه. شب بچه‌ها به خاطر این اشتباه میکنن، ولی ما بلوندم اون مشکی خیلی فرق بینمونه. یکی پرسیده که تایپت چه جور دختریه؟ با همونجور که داخل برنامه گفته بودم اصلا تایپ ظاهری ندارم، ولی باید خوشگل باشه، کنارم را بیاد باش حال کنم، ولی بیشتر شخصیت طرف برام مهمه. یس. یکی پرسیده که رنگ موی خودته یا رنگ می‌کنی؟ رنگای موی خودم نیست، الکی گفتم هست، ولی داخلشون لایت در آوردم. ای سوسول بازیه. الان در حال حاضر سینگلی یا تو رابطه ای؟ در حال حاضر سینگلم، رابطه ای ندارم، ولی قبل از برنامه داخل رابطه بودم که کات شده بود، بعد ورود کردم داخل برنامه. داخل برنامه من دوست دختر نداشتم، اینو بارها گفتم داخل یوتیوب، یکی از دوستانم قبلا راجبش صحبت کرده بودم. یکی پرسیده که بچه اهوازی، آیا رگ عرب داری کاکام؟ بله بچه اهواز نمسالار، ولی اینکه اگه لهجه دارم لهجم لهجه اهوازیه. من بختیاریم، ولی دوست و رفیق اهوازی زیاد داره. همونجور که میدونی ما عربا و بختیارا کنار همدیگه بزرگ شدیم با همدیگه. اتحاد نخل بلوط لهجهش میشه سجاد امیدی. چی شد که رفتی عشق ابدی؟ عشق ابدی رو اگه نرفتم عشق پیدا کنم. حقیقتش رفتم یه چالنجی باشه که یکم تجربه کسب کنیم. این با کلاس بازیه. عشق من بیرون از برنامه پیدا میکنم. تا الان تو زندگیت عشق واقعی رو پیدا کردی؟ بله، عشق واقعی اونه که بمونه تا آخر، ولی خب ما متاسفانه عشق واقعی عشقی که هیچ وقت بهش نمیرسی. اینو دارم میگم از واقعی بودنش. بهترین رفیقت کیه؟ من رفیق که زیاد دارم، ولی تنها کسی که همیشه همه چی رو باش مشورت میکنم، باش در میون میذارم، میلاد داداشم. ولی رفیق خوب زیاد دارم، من 4 تاشون این دور برم نشسته. قبل برنامه با احسان رفیق بودین؟ آیا میدونستی احسان اونجاست؟ احسان اصلا اون خبر نداشت که من هستم دارم میام، ولی من خبر داشتم که احسان هستش. یه چیزای بو برده بودم، ولی قبل از ورودم یکی از بچهای پشت صحنه بهم گفت یکی از اهوازی احسان. دیگه 100 مطمئن شدم که احسان هستش، چون من داخل 2 روز اوکی شد که برام برنامه. درخواست داده بودی که از رفیقام با گوشی من به برنامه، یعنی از طرف خودم با پیج خودم درخواست داده بود برنامه، ولی اصلا فکرشو نمی‌کردم که قبول بکنن، چون خیلی از تایم برنامه گذشته بود. 2 هفتهش ضبط شده بود، 2 هفته از برنامه ضبط شده بود که رفیقم که پیام داد به برنامه، فرداش به من گفتم که اوکی بیا تصویری صحبت کنیم، که بعدش همه مراحلش اوکی شد. برای پس فرداش که جمعه میشد من اصلا استانبول بودم، یعنی چهارشنبه تا جمعه همه چی اوکی شد. ولی احسان اصلا خبر نداشت. ولی آره احسانم از خیلی وقت پیش با هم دیگه رفیقیم، مثلا کنار هم دیگه بودیم همیشه. قد و وزنت چقدر؟ قدم 1.86، 98 کیلو وزن. یکی پرسیده که چرا داداشت زن گرفته تو نگرفتی؟ عرضه داشت، عرضه نداشتم. موهاتو نمیخوای کوتاه کنی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ والا چرا، موهام یه روزی باید کوتاه کنم بالاخره، خسته میشه آدم. در حال حاضر فکر نکن. هدفت برای آینده چیه؟ آیا هدفی داری برای آینده؟ هدفی ندارم، من اینجا رندوم میرم جلو. هرچی باید من سعی میکنم فردام بهتر از امروز باشه، همین. نظرت راجع به برنامه عشق ابدی چیه؟ آیا به بقیه توصیه میکنی؟ نه اصلا توصیه نمیکنم راجع به برنامه عشق ابدی. اگه بخوام صحبت بکنم کلا 2 ساعت بعد بذارم راجبش صحبت بکنم، ولی توصیه ما به بچه‌ها اینه که کلا اصلا دوره برنامه رو خط بکشید، چون واقعا ارزش نداره و از لحاظ روحی و اعصابی که اصلا به همتون میریزه، کلا به درد نخوره این داستان. از همه لحاظ گیری دیگه، چه لحاظ قانونی، چه لحاظ اعصاب، روانت، همه چی میریزه به هم دیگه.
من خودم حس میکنم مال اونجا نبودم. خیلی از بچهای اونجا واقعا وقتی اومدن اونجا فکر میکردیم یه چیز دیگه است. وقتی رفتیم داخل برنامه، چون ما شنیده بودیم که سناریو داره، فلان داره، بیسار داره، اینجوری نیست، پشت صحنه خوبه. تازه من آدم داخل برنامه فهمیدم که پشت صحنه بدتر از جلوی دوربینه. انقدر که دعوا و درگیری و دیگه نگم برای چی بگم. توی برنامه با کدوم یکی از بچه‌ها بیشتر سعی می‌شدی و ازشون خوشت میومد؟ سرجی، احسان و هیچ سرجی. بقیه بچه‌ها هم خیلی خوبن ولی بیشتر با اینا اوکی شدم. روژان، آیدا، یکی از بچه‌ها که بعداً میاد، اینا همه باشون اوکی بودم من. سجاد وقتی روز سخت داره چی باعث میشه که آروم بشه و چی حالشو خوب میکنه؟ فقط تنهایی رو فکر کردن. هیچ چیزی به اندازه تنهایی رو فکر کردن بهم آرامش نمیده. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا کنار ما بودین. خیلی پیاماتون زیاد بود، ما تونستیم با کمک دوستان یه چند تاشون رو گلچین بکنن در بیاریم که جواب بدیم، چون خیلی سوالا هم تکراری بودن. شاید چند تا بودن پیاما، هزار تایی بود فکر کنم. ولی خب تونستیم اینا رو داخلشون در بیاریم، گلچین بکنیم، چکیده سوالاتتون رو بتونیم داخل تایمی که بگنجونیم که جوابشون رو بدیم. دمتون گرم. اگه دوست داشتین میتونید سابسکرایب بکنید. درسته؟ سابسکرایب بکنید چنلمون رو. اگر سوال دیگه ای هم بود لطفاً این پایین برامون بنویسید که ما اونا رو باز جواب بدیم. موس رو